سلام بچه‌ها، من مهدی رشیدی هستم و به کانال یوتیوب من خوش اومدین. همونجوری که از تایتل ویدیو مشخصه، موضوعی که راجبش می‌خوایم صحبت بکنیم نحوه مطالعه درس علوم فنونه. بچه‌ها اینو در نظر داشته باشید. این روشی که دارم بهتون از اول تا آخر ویدیو میگم صرفا روشیه که برای من و یک سری از شاگردام جوابگو بوده، اما دلیل نمیشه که برای همه دانش آموز جوابگو باشه و صرفا میتونه کمکشون بکنه که بتونن روش مناسب خودشون امتحان بکنن. پس اگر میخواید مطمئن بشید که در واقع این روش برای شما جوابگو هستش یا نه، یه مدت این روش رو امتحان بکنید و بعد از این که دیدید دارید نتیجه میگیرید ادامهش بدید. اگر دیدید هنوز یه سری کارها دارید که میتونید روش انجام بدید، اونا رو روش اعمال بکنید. خب برای شروع اول از همه باید در نظر بگیریم که ما علوم فنون رو به 4 تا بخش تقسیم میکنیم. بخش اول تاریخ ادبیات، بخش دوم آرایه، بخش سوم قرابت و بخش چهارم عروض و قافیه. و میایم هر کدوم از این قسمت‌ها رو توی بخش‌های مختلف ویدیو با هم دیگه یاد میگیریم. بریم سراغ تاریخ ادبیات. تاریخ ادبیات یکی از درساییه که حفظیه و باید مثل دروس حفظی باهاش برخورد بشه. پیشنهاد من برای مطالعه تاریخ ادبیات چیه؟ اینه که یک بار اول از همه از اول تا آخر متن کتاب رو بخونید. با خوندن یک باره این تاریخ ادبیات شما میتونید یک کلیتی از محتوای کل این درس به دست بیارید. مثلا بفهمید که در واقع این درس داره در مورد چی توضیح میده. بعد از اینکه تونستید یک کلیتی از درس به دست بیارید چیکار میکنید؟ شروع میکنید و صفحه به صفحه اونها رو خوندن و بعد از اینکه 2 صفحه رو مثلا خوندین، همونجوری به شکل داستانوار بدون نگاه کردن به متن کتاب درسی اون رو برای خودتون بلند توضیح بدید. بلند توضیح دادن هم یکی از تکنیک‌های افزایش تمرکزه که ویدیوشو قبلا براتون گذاشتم، اینجا میذارم اگر خواستین بریم ببینید و خیلی کمک میکنه که فهم بیشتری از اون درس داشته باشید. حالا سوالی که پیش میاد اینه که بعد از اینکه متن درس رو خوندیم و بلند برای خودمون توضیح دادیم و حفظش کردیم کی تستش رو بزنیم؟ و برای درس حفظی بهتره که 2 الی 3 ساعت بین خوندن اون درس و تست دادن براش فاصله بندازید و بعد از اون میتونید در واقع برین سراغ تست دادن و در واقع بتونید رفع اشکال خودتون از اون درس رو انجام بدید. یک نکته‌ای که راجع به درس علوم فنون بخش تاریخ ادبیات وجود داره اینه که اولین تمرکز ما روی متن کتاب درسی هستش و خیلی لازمه که شما 100% کتاب رو حفظ کرده باشید و روش تسلط داشته باشید و این تسلط روی تاریخ ادبیات خیلی مهمه که بدونید هر آثار مال چه نویسنده یا شاعریه و نثر یا نظم بودن اون در واقع آثار رو بدونید شما و اینا خیلی مهمه. سوالی که از من میپرسید اینه که آیا برای تاریخ ادبیات درسنامه بخونم؟ ببینید اگر متن کتاب رو خوندین و متوجه نشدین، بله میتونیم برید سراغ درس ماها، ولی در نهایت باید برگردید سراغ خود همون کتاب درسی که ریز به ریز مطالب از همون متن کتاب درسیه و اون رو حفظ بکنید. اما برای فهمیدن مطالب و به دست آوردن یک کلیتی از اون درس به نظر من خوندن درسنامه اشکالی رو ایجاد نمی‌کنه. بخش دوم آرایه. ببینید تسلط توی آرایه خیلی به فهم شما از شعر بستگی داره. ما یه استادی داشتیم که این استادمون میگفتش که شما زمانی میتونین بهترین آرایه ها رو از توی یک شعر در بیارین که در واقع بتونین اول از همه اون شعر رو بفهمید، معناش رو درک بکنید و مفهومش رو در بیارید و تا زمانی که نتونین یک درک و فهمی از اون شعر داشته باشین نمیتونین برین آرایه هاش رو در بیارین. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چجوری فهممون رو توی ادبیات بالاتر ببریم؟ اینه که شعر بیشتر بخونید. خیلی ساده است. تو سایت‌های مثل گنجور و در واقع خود اینترنت شروع کنید شعرهای حافظ، سعدی، مولانا رو خوندن و همراه با معنیشون سعی بکنین که در واقع این دوتا رو با هم دیگه تطبیق بدید و اونجوری فهم خودتون رو توی شعر بالا ببرید. حالا بعد از اینکه فهممون توی شعر بالاتر رفت چیکار بکنیم؟ ببینید اولین پیشنهاد من اینه که آرایه ها رو تک به تک بررسی بکنید. یعنی آرایه های پایه 10، 11 و 12 اول از همه به طور جدا خونده بشن. چه شکلی خونده بشن؟ به نظر من برخلاف تاریخ ادبیات بهترین منبع برای در واقع خوندن و فهمیدن آرایه ها درسنامه‌های کتابکارا هستن. به خاطر اینکه متن کتاب درسی اونقدر کامل نیست و خوب نتونسته آرایه ها رو توضیح بده. بعد از اینکه درسنامه ها رو خوندین، برید سراغ تست دادن و سعی کنین آرایه رو به صورت روتین شبانه پیش ببرید.
یعنی مثلا هر شب 10 تا تست آرایه رو حتما توی روتین شبانه‌تون داشته باشین. بعد از اینکه آرایه ها رو به صورت تکی تکی کار کردین، حالا وقتشه که چیکار کنی؟ وقتشه که این آرایه ها رو به صورت جمعی و ترکیبی کار بکنی. و در واقع همینه که برای ما اهمیت داره، چون 90% سوالات کنکور از آرایه های ترکیبی هستن. بازم سوالی که پیش میاد اینه که اگر درسنامه رو خوندیم و تست هم زدیم و باز هم نتونستیم اون تسلط رو به دست بیاریم، توی آرایه چیکار کنیم؟ ببینید، اول از همه اینو در نظر داشته باشین که تسلط توی آرایه ها خیلی به زمان بستگی داره. من تقریبا بهتون بگم از تیر ماه شروع کردم برای کنکور خوندن و تا تیر ماه سال آینده هر شب تست آرایه رو میزدم و توی روتین خودم داشتم. اما اگر بعد از گذشته مثلا 4 الی 5 ماه دیدین که در واقع اون تسلط هنوزم به دست نیومده، به نظرم میتونین برین کلاس ثبت نام بکنین. کلاس که ثبت نام بکنین، من کلاس آقای قاضی رو داشتم. در واقع ایشون استاد خود ما توی مدرسه بودن و الان فکر میکنم که ایشون توی مؤسسه تاملند در واقع تدریس میکنن. کلاس ایشون خیلی کلاسای خوبی هستن، میتونید اینا رو ثبت نام بکنید. وارد بخش سوم شدیم، قرابت. خب قرابت هم در نظر گرفتیم که در واقع مثل همون آرایه نیاز به فهم ما توی شعرها داره و خب برای بالا بردن فهممون از شعر هم فهمیدیم که باید چی کار بکنیم. اما یکی دیگه از کارهایی هم که میتونید انجام بدین خوندن درسنامه‌های کتابکار هاست. من کتابکاری که داشتم کتاب قرابت آقای هامون سبتی بود که اینجا میذارم عکسشو. خیلی کتاب خوبی بود. نمیتونم هنوز چاپ میشه یا نه، ولی کتابی بودش که به شدت به فهم من توی در واقع شعرها خیلی کمک کرد. علاوه بر خوندن درسنامه‌ها نیازه که شما تقریبا 5 الی 10 تا تست قرابت هم توی روتین شبانه‌تون داشته باشین و در نظر بگیرید که اگر مثلا یک سوالی رو دارید کار میکنید و یک مفهومی رو داره، مثلا گفته که در مورد حالا آخرته، در مورد قیامته، کدوم یکی از ابیات به این مفهوم مرتبطه، بیاید و بعد از اینکه جواب این سوالات رو دادین هر 4 تا بیت رو مفهومش رو بررسی بکنید. ببینید، من اینو همیشه بچه‌ها میگم، معمولا علوم و فنون و در واقع ادبیات فارسی یک سری در واقع مجموعه ای از سوالات تکراری سالهای گذشته هستن. مثلا بیت معروف آسمان بار امانت نتوانست به دوش کشید، اون خیلی سوال پرتکراریه، معمولا توی کنکورها خیلی میاد و باید اینو در نظر داشته باشین که کنکور واقعا چیز سختی نداره و یک الگویی از تموم سوالات کنکورهای گذشته. پس اینم شد قرابت. بریم سراغ مبحث بعدی، عروض و قافیه. مبحث 4 عروض و قافیه. اول از همه بریم سراغ قافیه. قافیه مربوط به پایه 10 و معمولا 1 الی 2 تا سوال کنکور ازش میاد و خیلی حیفه که اینا رو نزنیم. اما چیکار کنیم که تسلطمون توی قافیه بالاتر بره؟ ببینین قافیه هم دقیقاً مثل آرایه و قرابت هستش و من خیلی به بچه‌ها میگم که برن سراغ در واقع درسنامه‌های کتابای درسی که توش در واقع قواعد و تبصره ها رو نوشته و خیلی لازمه که علاوه بر تسلط پیدا کردن روی اینها بیاید و در واقع روی تست ها هم تسلط پیدا بکنید. پس برای فهمیدن قافیه درسنامه بخونید و بعد تست های زیادی بزنید. اما بریم سراغ عروض. سوالی که پیش میاد اینه که ما عروض سمایی بلد نیستیم، خیلی از بقیه عقبیم. نه بچه‌ها، ببینید بچه‌ها، خود من عروض سمایی به شدت خوب بود، به حدی که میتونستم تمام اختیارات زبانی و وزنی رو به صورت سمایی در بیارم و دیگه نیازی نبود بشینم اون شعر رو تختی بکنم. اتفاقی که تو سال کنکورم افتاد چی بود؟ روز کنکورم انقدر استرس داشتم که دیگه نمیتونستم اون شعر رو بلند بلند برای خودم بخونم و در واقع اصلا نمیتونستم ریتم اون شعر رو در بیارم، چه برسه به اینکه اختیاراتش رو به دست بیارم، به خاطر اینکه خیلی استرس داشتم و صدای اطراف خیلی زیاد بود و به خاطر همین عملا به درد من نخورد. اما این عملا به درد من نخورد به این معنا نیستش که بگم نه اصلا کلا عروض سمایی به درد نمیخوره. به درد خیلی‌ها میخوره، ولی تنها راه حل نیست. مثلا دارم میگم استاد ما همیشه میگفتش که هیچ وقت به سماییتون فقط اکتفا نکنید و سعی بکنید تختی سریع رو هم در کنارش پیش ببرید. حالا من الان هم براتون عروض سمایی رو توضیح میدم که چجوری انجامش بدین، هم در واقع تختی سریع رو. اول از همه بریم سراغ عروض سمایی. ببینید، برای به دست آوردن وزن ابیات به صورت سمایی اولین کاری که نیاز داره انجام بدین چیه؟ اینه که تموم اوزان مربوط به کتاب علوم فنون هم پایه 10، 11 و 12 رو بیاید و لیست بکنید.
اگر لیستش هم نمیخوای، لیستش کاملا توی اینترنت هست و خیلی راحت میتونید پیدا بکنید. اگر بازم پیدا نکردید توی چنل تلگرام من عضو بشید و من اونجا براتون قرارش میدم. پس این از این ما تونستیم یک لیستی از تمام اوزان مورد نیاز خودمون در بیاریم. حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا بیایم برای هر وزن حدود 5 تا بیت رو بنویسیم. مثلا وزن ما هستش مستفعلون 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 و قراره برای این وزن ما 5 تا بیت رو در بیاریم. و این بیت رو از کجا میتونیم در بیاریم؟ ما کنیم توی سایت‌های مثل گنجور، توی خود اینترنت پر از ابیاتی هستش که بر اساس وزنشون دسته‌بندی شدن. حالا من این ابیات رو درآوردم، چیکار کنم؟ یک بار از روی وزن مورد نظر خودتون بخونید. از روی وزن مورد نظر خودتون خوندی، حالا بیاین و همزمان بیت اول رو بخونید و اون ریتم رو روی در واقع میز بزنید. بعد از اینکه اون ریتم رو در واقع روی میز زدید، برای بار دوم وزن رو تکرار بکنید. حالا که وزن رو تکرار کردید، برید سراغ بیت دوم. بیت دوم رو بخونید، وزنش رو روی میز بزنید، دوباره وزن رو بخونید. بیت سوم، بیت چهارم و بیت پنجم رو هم به همین ترتیب شبی 2 تا وزن رو شروع بکنین و در واقع این شکلی تمرین بکنین. و در واقع در نظر داشته باشین تسلط پیدا کردن روی عروض سماعی هم دقیقاً مثل آرایه و قرابت نیاز به تمرین‌های مستمر داره و خیلی نیازه که روی در واقع روتین شبانه‌تون کار بکنید و بهش پایبند باشید. و اینو در نظر داشته باشید که روتین‌های شبانه ما ممکنه که در کوتاه مدت نتونن تاثیر خودشون رو نشون بدن، ولی در بلند مدت تاثیر به شدت بالایی دارن مگر اینکه بهشون پایبند نباشید. پس این بود برای عروض سماعی. حالا برای تخطیه سریع چیکار بکنم؟ ببینید برای تخطیه سریع نیازه که شما شبی 5 تا بیت رو شروع کنید به تخطی کردن. زمان بگیرید؟ نه، زمان نگیرید. به نظر من زمان گرفتن زیاد الان جالب نیست، چون یه سری از شعرها هستن که خب حالا سخت در میاد وزنشون، مثل شعرهای خیام، ولی یه سری از شعرها هستن که راحت وزنشون در میاد و نیاز نیستش که در واقع حالا زمان بگیرین، مگر اینکه ببینین مثلا شما نشستین تخطی میکنین و میبینین 5 تا بیت رو تو نیم ساعتی که نمیتونین هنوز تخطی بکنین، اون زمان نیازه که حتما یه فکری به حالش بکنین. اگر میبینین که زمان زیادی داره ازتون میگیره، مثلا نیم ساعت 40 دقیقه اینطورا، نیازه که هر سری که اومدین 5 تا بیت رو تخطی بکنید بیاید و بگید که من قراره مثلا 2 دقیقه از دیروز خودم بهتر باشم، مثلا به جای 35 دقیقه امروز 30 دقیقه، امروز 33 دقیقه. این شکلی میتونید زمان در واقع تخطی کردن خودتون رو کمتر بکنید و در واقع جوری میشه که شما بتونید توی کمتر از 1 دقیقه هر بیت رو تخطی بکنید و این خیلی به کنکورتون کمک میکنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ما کی بریم سراغ در واقع تست دادن برای عروض و قافیه. ببینید هر زمانی که احساس کردین که اون تسلط کامل رو توی هم عروض سماعی و هم توی تخطی کردن جفتش همزمان با هم به دست آوردید، میتونید برید سراغ تست دادن. و در واقع من در مورد منبعای تست دادنم حتما براتون توی همین ویدیو صحبت میکنم، پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. پس این شد در واقع تسلط پیدا کردن توی عروض و قافیه. حالا بریم سراغ منابع. ببینید پیشنهادی که من در مورد منابع به بچه‌ها میکنم چیه؟ اینه که سعی میکنین یک منبع جامع داشته باشین و چند تا منبع‌های کوچیک. یعنی چی؟ یعنی اول از همه یک کتاب جامع پایه 10، 11، 12 داشته باشین و بعد برید سراغ کتاب‌های موضوعی. در مورد منبع‌های جامع که عکسش هم الان اینجا براتون میذارم، اولین پیشنهادم مهر و ماهه که در واقع مهر و ماه تستای خیلی زیادی داره و خیلی میتونین روش کار بکنی. و پیشنهاد دوم هم کتاب خیلی سبزه، کتاب جامع خیلی سبز و دلیلش هم اینه که تستای سختری داره یکم نسبت به مهر و ماه و خیلی تستای چالشی خوبی هم داره. پس این شد 2 تا منبع جامعی که معرفی کردم. مهر و ماه با تستای بیشتر، خیلی سبز با تستای سخت‌تر. اما در مورد منبع‌های موضوعی چی؟ برای عروض و قافیه اولین پیشنهادم کتاب 7 خانه و برای در واقع قرابت هم همونجوری که گفتم اولین پیشنهادم کتاب قرابت آقای هامون سبتیه و پیشنهاد دومم هم در واقع کتاب قرابت نشر الگو. برای بالا بردن تسلطتون توی آرایی هم میتونید از کتاب 7 خان استفاده بکنید و اگر 7 خان رو پیدا نکردید میتونید برید سراغ نشر الگو. و یه کتابایی بودش که من خودم ازشون استفاده کردم و خیلی کتابای خوبی بودن و انقدر من اینها رو به صورت روتین شبانه کار کرده بودم که دیگه تقریبا تستی نداشتم که آخر سال از این کتاب‌های موضوعی بزنم و هی سعی می‌کردم که کتاب‌های جدیدی رو هم بتونم پیدا بکنم. خب بچه‌ها مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید.
اینو در نظر داشته باشیم بچه‌ها. واقعا کامنتاتون خیلی به من انگیزه میده، لایک، کامنتتون، سابسکرایبتون خیلی خیلی به من انرژی میده و واقعا منو خوشحال میکنین. خیلی متشکرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگر سوالی داشتین حتما ازم بپرسین و خدا نگهدار.